علامه بکر ابوزید برای ما حج فرض گشته است. ما تحت کاپرازیس هستیم. برای ما در گذاشتن سرحدها مشکل ها داره. یعنی خوف چیکار کنیم؟ سوال ما رو با استاد پیش نیاد. خب اگر خوف باشد، رفت و وفات کردید حج نکرده، خوفتون 50-50 باشد، یعنی احتمالی 50% بازداشت شدنتان باشد در دیگر کشورها. در این صورت شما سفر نمی کنید. قیاس این به مسئله های پیشینه چه خیلی است؟ علما میگفتن که اگر هوای نامساعد باشد و بین حاجی و بین مکه بحر باشد، به کشتی میگذشته باشد، پیشینه کشتی های میدانتون که اینقدر کشتی های کلان نبود. حاضر هم همین کرابل های کلان میان اقیانوس کتی شنا نمیکند، یعنی اطراف کتی اگرچه راهش دور شودم به ساحل نزدیک کتی راه ها کتی میرد، برای که احتمالی طوفانی کلان، احتمالی آبخیزی شدنش ممکن که این کشتی همون قدر کلان باشه الله تعالی یه لحظه نمیشکند میان کشتی. بنابراین احتیاطاً اطراف کتی های میکنن کشتی ها را. او کشتی های پیشینه بیچاره ها دستکی های میکردن، اون کشتی های چپه شدنش خیلی آسان تر بود. یا نهنگی کلانتر بیادم چپه میشد. ولیکن اگر 50% احتمال آمدن طوفان باشد، علما میگفتن که در این حالت شما یعنی سفر حج نکنید. یا در راهزن ها هست، آدم احتمال از 50% که به قتل میرسانه. در این حالت حج یعنی همین سال نمیرد تا زمانی که راه برایش امن باشد. امن بودن راه یکی از شرط های استطاعت. الله تعالی که حج برای شما فرض گردانیده شد، لمن استطاع الیه سبیلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بر ذمه مردم از جانب الله تعالی حج در عمر یه مراتب فرض گردانیده شد، لمن استطاع سبیلا، کسی که امکانیتی راه داشته باشد. از جمله امکانیتی راه این ایمن بودن راه است. بنابراین وقتی که خوفی زندان شدنتان هست در وقت سفری به حج، از این سفر خودداری میکنید و به دیگر عبادت ها مشغول میشوید. الله سبحانه و تعالی از احوال بنده ها علیم و خبیر هست. والله تعالی اعلم.